یکی از پرتکرارترین سوالات دانشجویان زبان اینه که چجوری دایره لغاتم رو افزایش بدم. توی این ویدیو میخوام به صورت علمی این داستان رو بررسی کنم و در ادامه ویدیو مراحلش رو با مثال براتون توضیح بدم. اولین نکته‌ای که باید تو ذهنتون باشه اینه که یادگیری واژگان باید معنادار باشه. یعنی که شما باید در طول یک متن یک کلمه رو یاد بگیرید. تکرار با فاصله میتونه حافظه بلند مدت شما رو تقویت کنه. بر اساس تحقیقات تکرار یک کلمه با فاصله های زمانی مشخص نه پشت سر هم میتونه حافظه بلند مدت شما رو تقویت کنه. احتمالاً سوالت اینه که چجوری این کار رو انجام بدیم. به راحتی میتونید از اپلیکیشن هایی که فلش کارت هستن و از سیستم SRS استفاده میکنن استفاده کنید، مثل کویزلت یا انکی. مرور لغات باید در فاصله های زمانی 1 روز، 3 روز تا 7 روز اتفاق بیفته که بتونه وارد حافظه بلند مدتتون بشه.